محاکمه پرونده ژورنالیست عبدالله غربتی در دادگاه نویه شومنصور عملا به پایان رسید و دادگاه شد الکی روز دوشنبه 3 اکتبر حکم او را اعلام کند. بنا به اطلاع ادوکات غربتی، عبدالرحمن شریفوف روز 29 سپتامبر سال 2022 در این مرافعه که به سبب‌های نامعلوم در داخل سزای رقم 1 شهر دوشنبه پشت درهای بسته می‌گذرد، ایبدار کننده دولتی برای عبدالله غربتی همچون جزا 8 سال زندان نظامش سخت را طلب کرده است. غربتی که اتهام عضویت در سازمان ممنوع و حمله به کارمندان میلیسا را قاطعانه رد می‌کند، از دادگاه خواسته است تا ثبت ویدیو کامراهای نظارتی در نزد بنای شعبه میلیسای شومنصور را از 15 ایول سال جاری که گویا او همان روز کارمندان میلیسا را زده است یک بار تماشا کنند، ولی دادرس به گفته ادوکات شریفوف این درخواست خبرنگار را رد کرده است. عبدالله غربتی و همکار او دلیر امامعلی همان روز 15 ایون در پی نشر چند گزارش ویدیویی انتقادی نسبت به پروکورور نویه شومنصور دستگیر شدند. به بخت بد خبرنگاران، پروکورور شومنصور پسر وزیر عدلیه و داماد رئیس دادگاه عالی تاجیکستان بوده است. طور مرکز مستقل حقوق انسان تاجیکستان که تامین حمایت حقوق عبدالله غربتی را در این قضیه به دوش گرفته است، محاکمه پرونده ژورنالیست عوضمت غرباتوف متخلص به عبدالله غربتی از سوی دادگاه نویه شومنصور در بنای سزای رقم 1 روز 29 سپتامبر به پایان رسید. ژورنالیست بر اساس ماده 307 علاوه 1 قسم 2 328 و 303 به عضویت در سازمان‌های ممنوع، تحقیر و استفاده زورآوری نسبت به نماینده حاکمیت ایبدار می شود. عبدالرحمن شریفوف گفت دادگاه روز 29 سپتامبر درخواست او جهت به دادگاه خواستن اکسپرت طبی و دادگاهی را که گویا رسانیدن آسیب جسمانی به کارمندان میلیسا را سند کرده است رد کرد. خود غربتی هم از دادگاه خواسته است که ثبت‌های ویدیو کامراهای نظارتی را ببینند و سپس خلاصه کنند که آیا او همان روز 15 ایون کارمندان میلیسا نویه شومنصور را زده بود یا نه، ولی دادرس بهروز شفا درخواست ژورنالیستان را رد کرده است. عبدالرحمن شریفوف گفت بعد پرسش شاهد آخران دادگاه به بحث طرف‌ها گذشت. در جریان بحث طرف‌ها ایبدار کننده دولتی سخنرانی کرده و از دادگاه خواسته است که عبدالله غربتی را به 8 سال زندان نظامش سخت محکوم کنند. خبر داده است ادوکات در ماه‌های آخر در تاجیکستان دست کم 12 ژورنالیست و بلاگر به حبس گرفته شده، از جمله 6 ژورنالیست و بلاگر زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان، الفت خانم محمدشاه و محمد سلطان، خوشام گلیم، رمزی شاگونوف، مقصد غیاسوف و قمچک میرزایف. ژورنالیستان دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفقبیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده، بلاگر پرتماشابین عثمان و رپسرو رالیک دوی آخر به 2 روزی حبس مأموری محکوم شدند، ولی محمد سلطان پلکونیک مستفی کمیته دولتی امنیت ملی و ژورنالیست اخیراً به 7 سال زندان محکوم شد.